سلام، به آرکانا خوش آمدی. جایی که ما آنچه در ذهن پنهان مانده را بررسی می‌کنیم. اما قبل از شروع یک سوال مهم وجود دارد. چرا بعضی انسان‌ها بعد از خیانت، شکست و فشارهای زندگی هنوز آرام می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر با یک جمله ساده فرو می‌ریزند؟ شاید پاسخ این سوال در چیزی باشد که چند قرن پیش مردی در ایتالیا درباره انسان‌ها فهمید. نام او نیکولو ماکیاولی بود. او دنیا را همانطور که هست می‌دید، نه آنطور که ما دوست داریم باشد. و در میان نوشته‌های او چند درس وجود دارد که اگر آنها را بفهمی، ممکن است نگاه تو به قدرت، ذهن و رفتار انسان‌ها برای همیشه تغییر کند. امروز 7 درس از اندیشه‌های ماکیاولی را بررسی می‌کنیم. درس‌هایی که می‌توانند ذهن تو را آرام آرام مقاوم‌تر کنند. درس اول، شاید ساده به نظر برسد اما برای بسیاری از مردم ناراحت کننده است. انسان‌ها همیشه آنطور که تو فکر می‌کنی نیستند. بیشتر آدم‌ها تا زمانی وفادارند که شرایط خوب باشد، اما وقتی شرایط تغییر کند، رفتار آنها نیز ممکن است تغییر کند. وقتی این واقعیت را بپذیری، دیگر از رفتار انسان‌ها شوکه نمی‌شوی و وقتی شوکه نشوی، کمتر آسیب می‌بینی. درس دوم درباره کنترل احساسات است. بیشتر انسان‌ها توسط احساسات خود هدایت می‌شوند. خشم، ترس، حسادت یا نیاز به تایید دیگران. اما کسی که می‌خواهد ذهن قوی‌تری داشته باشد، باید یاد بگیرد قبل از هر چیز بر خودش مسلط باشد. نه هر توهینی ارزش واکنش دارد و نه هر انتقادی ارزش جنگیدن. گاهی بزرگترین قدرت در سکوتی است که از آگاهی می‌آید. درس سوم این است که برداشت مردم اغلب قوی‌تر از حقیقت عمل می‌کند. ماکیاولی معتقد بود انسان‌ها بیشتر آنچه را می‌بینند قضاوت می‌کنند، نه آنچه واقعاً هست. بنابراین کسی که ذهن آگاه‌تری دارد می‌فهمد تصویر او در ذهن دیگران چگونه شکل می‌گیرد. نه برای فریب دادن دیگران، بلکه برای اینکه بداند دنیا همیشه منطقی رفتار نمی‌کند. شاید تا اینجا برایت این سوال پیش آمده باشد که کدام یک از این درس‌ها واقعاً می‌تواند نگاه ما به انسان‌ها را تغییر دهد. در میان این 7 درس یکی وجود دارد که اگر آن را بفهمی، ممکن است بسیاری از رفتارهای اطرافیان ناگهان برایت قابل فهم شود. درس چهارم درباره مرزهاست. ماکیاولی می‌گفت اگر مجبور باشی انتخاب کنی، گاهی بهتر است مردم کمی از تو بترسند تا اینکه فقط تو را دوست داشته باشند. این به معنای بیرحم بودن نیست. به این معناست که مرزهای تو واقعی باشند. وقتی دیگران بدانند نمی‌توانند به راحتی از مرزهای تو عبور کنند، احترام شکل می‌گیرد. درس پنجم این است که وابستگی بیش از حد تو را آسیب پذیر می‌کند. اگر اعتماد به نفس تو وابسته به تایید دیگران باشد، همیشه در خطر شکستن خواهی بود. اما وقتی ارزش خود را از درون می‌سازی، قدرت تو پایدارتر می‌شود. و حالا می‌رسیم به درسی که در آغاز ویدیو درباره آن صحبت کردیم. ماکیاولی باور داشت بسیاری از رنج‌های انسان از اینجا می‌آید که ما دنیا را آنطور که دوست داریم باشد می‌بینیم، نه آنطور که واقعاً هست. وقتی انسان واقعیت را واضح‌تر ببیند، بسیاری از ناامیدی‌ها و شوک‌ها از بین می‌روند. آگاهی شاید همیشه راحت نباشد، اما ذهن را قوی‌تر می‌کند. درس ششم این است که انسان باید بتواند خود را با شرایط تطبیق دهد. دنیا ثابت نیست، شرایط تغییر می‌کند، آدم‌ها تغییر می‌کنند و حتی خود ما نیز تغییر می‌کنیم. کسی که نمی‌تواند روش فکر کردن خود را تغییر دهد، در نهایت فرسوده می‌شود. و درس هفتم شاید ساده‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین درس باشد. دنیا را همانطور که هست ببین، نه آنطور که آرزو می‌کنی باشد. وقتی توهم‌ها کنار بروند، آگاهی شروع می‌شود و وقتی آگاهی شروع شود، ذهن آرام آرام مقاوم‌تر می‌شود. شاید قدرت واقعی ذهن در سخت شدن قلب نیست، بلکه در واضح‌تر دیدن واقعیت است.
اگر تا اینجا با ما همراه بودی، شاید این سوال برایت جالب باشد. از میان این 7 درس ماکیاولی کدام یک بیشتر ذهن تو را درگیر کرد؟ اگر دوست داشتی، آن را در بخش دیدگاه‌ها بنویس. گاهی یک فکر کوتاه میتواند گفتگویی عمیق را آغاز کند. و اگر این نوع کاوش در ذهن انسان برایت جالب است، میتوانی به حلقه آرکانا بپیوندی و در ویدیوهای بعدی نیز همراه ما باشی. به یاد داشته باش، آگاهی همیشه آرام آغاز می شود، اما هرگز بی اثر نیست. تا دیدار بعد، با آنچه در ذهن تو در حال بیدار شدن است، صادق بمان. این آرکانا بود.